حالا ببینین یک خر گل بر روی شما، کا میتی، جو میتی، وقت ساعت 2 شب میری میخوایی که بازو بار کنی، گردنش میگیری. اون نمیگه که وقت خوابم است، اون نمیگه که وقت راحتیم است. این ساعت 2 شب وقت بار کردن نیست. حرکت میکند از پشت تو. چرا تو برش کا دادی؟ برش جو دادی. هر شیئی که بوی در هر مسیر روز، در هر لحظه از لحظات شب، وقت گردنش میگیره از پیش تو، با پشت تو حرکت میکند. و هر باری که با پشتش میگذاری، به هر مسیری که حرکتش میتی حرکت میکند. حالا ببینین بسیار از انسانها هستن وقت نماز صبح حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح. این از مناره مسجد بلند می شود، ولی بسیار از انسانهایی هستند قسم خوردن که نماز صبح نمی خوانند. موضوعی که خدمت شما عزیزان و دوستان و مخلصان در نظر گرفتم تقوا هست. چرا چی چیز سبب شد که من این عنوان را در نظر بگیرم؟ به خاطر اینکه در یک از آیه های قرآن که در سوره بقره هست، آیه 183، بزرگترین فلسفه و حکمت روزه را خدای جهانیان تقوا معرفی می کند. یعنی بزرگترین ثمره و نتیجه روزه تقوا هست. آنجایی که می فرماید بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلكم لعلكم تتقون. ای مؤمنان، ای بندگان من، ای کسانانی که به وحدانیت من باور دارین و ایمان دارین، ای کسانانی که سنگ تابعیت محبوب من رسول الله صلی الله علیه و سلم را به سینه میزنین، ای کسانانی که اطلاق زندگیتان، نقشه زندگیتان قرآن هست، کتب علیکم الصیام، فرض گردانیده شده بر شما روزه را، همان گونه‌ای که بر امتهای پیشین فرض شده بود. چرا این روزه برای شما فرض گردانیده شده؟ لعلکم تتقون، تا شما پرهیزگار شوید، تا شما متقی شوید، تا شما اهل تقوا شوید. سوال، هر فرد ما، خواهر و مادری که وسیلتاً آواز مرا میشنوند یا همین الان مرا لایف میبینن، بخش مستقیم میبینن، سوال، من مولای حقیر از خود، عزیزانی که در این محفل ما هستن از خودشان سوال بکنن که آیا ما متقی شدیم؟ لعلکم تتقون، روزه به شما فرض گردانیده شده تا شما متقی شوید، تا شما پرهیزگار شوید. تقوا چی را میگوید؟ تعریف تقوا را یک بار بشنوین، بعد ببینین که آیا ما متقی هستیم یا نیستیم، آیا ما پرهیزگار شدیم یا نشدیم، آیا ثمره و نتیجه روزه را، نشانه هایش را در وجود خود میبینیم یا نمیبینیم، آیا ما همانیم که قبلا بودیم یا فرق کردیم. تقوا صیانة المرء نفسه عما یضره فی الاخره. علما این گونه تعریف کردن تقوا را. تقوا چی هست؟ صیانة المرء، حفاظت کردن یک انسان خود را، نگه داشتن یک انسان خود را از آن شیئی که برای انسان ضرر میرساند در آخرت، از آن شیئی که انسان را ضرر میرساند در آخرت. عزیزان من، دروغ ما و شما را در آخرت ضرر میرسانه یا نمیرسانه؟ با آواز بلند میشه میرسانه. حالا مسلمانی که روزه گرفته
جوانی که روزه گرفته، عالمی که روزه گرفته، حافظی که روزه گرفته، خواهری که روزه گرفته، تاجری که روزه گرفته، پادشاهی که روزه گرفته، وزیری که روزه گرفته، آیا هنوز هم دروغ میگوید یا توبه کرده؟ اگر دروغ گفته و دروغ میگوید بداند که هیچ ثمره و نتیجه از روزه خود نگرفته، نه به تعبیر من بلکه به تعبیر حضرت حق سبحانه و تعالی که فرمود روزه به شما فرض گردانیده شد تا شما متقی شوید، تا شما پرهیزگار شوید. حالا اگر یک مسلمان که در هر بخش و قشر که زندگی میکند اگر هنوز هم غیبت میکند، هنوز هم غیبت میکند، هنوز هم در ماه مبارک رمضان تهمت میزند، هنوز هم در ماه مبارک رمضان خیانت میکند، هنوز هم در ماه مبارک رمضان به گناه ها آغشته و آلوده است، پس او روزه نگرفته. چرا؟ الله فرمود روزه را فرستادم تا شما متقی شوید. شما میدانید انسان ها از دو عنصر ترکیب یافتن، از دو شی ترکیب بدن انسان ها هست، یکی جسم است یکی روح است، یکی جسم است یکی روح است. یا به تعبیر دیگر در انسان دو صفت وجود دارد، یکی صفت بهیمیت، دیگر صفت ملکیت. صفت بهیمیت چه معنا؟ صفت حیوانی، صفت حیوانیت. در یک بعد از ترکیب ما 100% مشابهت داریم با حیوانات. اقتضای حیوان، خواست حیوان خوردن و نوشیدن هست، هم میخورد و هم مینوشد. در همین بخش انسانها هم اقتضایشان امی هست که بخورن و بنوشن. در حیوان شهوت وجود دارد، برای غریزه شهوانی خود، برای اینکه اشباع شود حیوان شهوت دارد و این شهوت به انسانها هم هست و انسانها هم برای اشباع کردن غرایز جنسی خودشان هر کاری میکنن. حیوان هم غضب میشه، انسان هم غضب میشه. پس قوه غضبیه هم به حیوانات هست هم به انسانها هست. پس در یک بعد انسان هیچ فرق با حیوان ندارد، اما حضرت حق سبحانه و تعالی امتیازی که برای انسان داده بخش دیگرش هست، عنصر دیگری هست، صفت دیگری هست که در وجود انسانها الله جل مجدوه به ودیعت گذاشته که اون صفت ملکیت است و روحانیت است. اگر انسان برای شکم خود تلاش کرد، اگر انسان برای آماده کردن و مهیا کردن خواسته های شکم تلاش کرد، اگر انسان برای آماده کردن و اشباع کردن غرایز جنسی خود تلاش کرد، اگر انسان غضب خود را مهار نساخت، پس این انسان می رود از دایره انسان تنزل می کند و پایین می شود به درجه حیوانیت. حتی از حیوان هم بدتر می شود، حتی از حیوان هم گمراهتر می شود. الله جل مجدوه در آیه 179 از سوره اعراف این تعبیر را بیان میکنه، میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. الله أكبر. خدا پناه بده، خدا امت رسول الله صلی الله علیه و سلم را پناه بده از این صفات. الله فرمود ولقد ذرأنا لجهنم، به تحقیق آفریدیم بسیار از جنیات و انسانها را برای جهنم. الله ما شما را از جهنم نجات بده. بسیار از جنیات و انسانها را برای جهنم آفریدیم. اونا چه صفت دارن؟ لهم قلوب لا یفقهون بها، قلب دارن ولی نور خدا در اونجا نمیتابد. قلب دارن ولی نور ایمان نیست. قلب دارن ولی روزه نمیگیرن. قلب دارن ولی نماز نمیخوانن. قلب دارن گناه میکنن.
قلب دارن، نافرمانی حضرت حق سبحانه و تعالی را میکنن. لا یفقهون بها ولهم اعین لا یبصرون بها، چشم دارن ولی حق نمیبینن. ولهم آذان، گوش دارن، لا یسمعون بها، حق نمیشنون، حق در گوشه هایشان کار نمی کند. اولئک کالانعام، الله می فرماید این جماعت مثل چارپایان هستند. بل هم اضل، بلکه از چارپایان هم گمراهتر، ذلیلتر، زبونتر و بیدینتر هستند.